بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فیتبعون احسنه. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، تنها خالق و تنها مالک، تنها مدیر و تنها مدبر، تنها روزی دهنده و تنها روزی گیرنده، تنها زنده کننده و تنها میراننده. کارها همه فقط در دست توانای اوست و بس و او را هیچ نیازی به شریک و انباس نیست. و برای اینکه مردم گرفتار دجالان و فریبکاران و رمالان و مرجعان و آیت الله ها و آیت الابلیس ها و روحانیت های دروغین متعدد نشوند، خداوند جل جلاله و امن والو پیامبرانی فرستاده، صادق، امین، راستگو و برشون کتاب نازل کرده. درود خداوند بر پیغمبران راستین از آدم تا خاتم، بخصوص به سرورشان و پرچمدارشان و تاجدار اولین و آخرین، که با تحمل رنجهای فراوان گنج آسمانی توحید و خداشناسی را به من شما آموخت. درود خداوند بر عطرت طاهرش، بر نسب پاکش، بر همسران پاک دامنش، بر شاگردان با وفایش، بر تربیت شدگانش که به کتابش چنگ زدند، به احکامش عمل کردند، چنان در این راه جان و مال خود را فدا کردند. خداوند از عرش اعلای خود در تأییدشون دهها و صدها آیه نازل نمود و اونها را خیر امت نامید، برعکس رافضیان کوردل که اونها را شر امت می نامند. و از همه مؤمنان خواست اونها را الگوی خود قرار بدهند و دین نبوی را، تعلیماتش را، آموزشهایش را از شاگردانش که اصحابش باشند فرا گیرند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه سوم از سوره الحجر. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون. واگذار ایشان را، بگذار ایشان، رهاشون کن تا بخورند و کامرانی کنند و آرزوها مشغولشون کنه که به زودی خواهند دانست
یعنی این حرفا همش درش تهدید نهفته. قبلا در آیه قبل فرموده بود که الف لام را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. قرآن وقتی که برای تنکیر بیاد، تنوین قرآن برای تنکیر و دلالت بر قول اهل علم بر عظمتش داره. بعدش فرمود ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. این جمله ربما یود دلالت بر این میکنه که یه زمانی فرا میرسه که کافران، دین ستیزان، غیر مسلمانان آرزو میکنند که مسلمان میبودن. از رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام روایت شده که وقتی که دوزخیان وارد دوزخ میشن، بسیاریشون از اهل قبله و مسلمانند، از دوزخیان هم. آن وقت کفار و مسلمانان میگن که مگه شما مسلمان نبودید؟ میگن چرا؟ میگن که پس شما اسلام براتون فایده نداشت، با ما وارد آتش شدید. برای ما گناهانی هست که ما به خاطر اون گناهان وارد گرفتار شدیم. اونجاست خداوند میفرماد که هر کس از مسلمان بعد از مدت ها، البته قرنها خدا داند، هر کس مسلمانه، هر که لا اله الا الله گو بوده، شرک نورزیده، علی رو شریک نکرده، دیگران رو شریک نکرده، از دوزخ خارج بشه. اون وقت کافران میگن که یا لیتنا کنا مسلمین، کاش که ما مسلمان می بودیم. جمله و یلهم الامل، آرزو اونها رو مشغول میکنه، دلالت بر این داره که آرزوهای دنیوی باعث هلاکت انسان میشه. چون که رسول اکرم علیه السلام فرمودند که یحرم ابن آدم و یشب فیه اثنتان الحرص و طول الامل. انسان پیر میشه لیکن دو صفت درش جمع میشه، یکیش حرص، یکیش آرزو. علی رضی الله تعالی عنه فرموده که ان اخوف ما اتخوف علیکم اثنان اتباع الهوى و طول الامل. بیشترین چیزی که بر تو میترسم دو چیزه، یکی هواپرستی، دیگری به آرزوها چسبیدن. برای هواپرستی انسان از حق باز میداره، به آرزوها چنگ زدن انسان از آخرت باز میداره. ذرهم، رهاشون کن. یه تهدیده. شما گاهی به فرزندت مثلا میگی که هر چی دلت میخواد انجام بده. یعنی چی؟ یعنی شما میخوایی هر چی دلش میخواد انجام بده؟ نه، شما داری تهدیدش میکنی. ای محمد رهاشون کن، بذار بخورن، بذار بنوشن، دنبال بهترین غذاها برن، در روزخوانی ها بشینن، سینه زنی کنن، زنجیر زنی کنن، نمیدونم بدعت هایی که میتراشن، یا خودشون رو مشغول دنیا کنن. اونها فکر میکنند کار خوب میکنن، فکر میکنند که رستگارند، فکر میکنند که تابع اهل بیتند، فکر میکنند که مذهب برتر دارند. ذرهم یأکلوا یتمتعوا، رهاشون کن، بخورند و کامران بشن، با زنهاشون، با دخترهاشون، با بچه‌هاشون، با آنچه که برشون حلاله، با آنچه که برشون حرامه، با شهوت‌های پستشون، با انحرافاتشون، با ظلمشون، با ولایت تراشیشون، با قبر پرستیشون. بذار، رهاشون کن. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. وقتی که اون چرا ما بهشون تذکر دادیم، پیامبر بهشون تذکر داده بود، فراموش کردن، دنبال روایت‌های مندراردی رفتن، یا دین اصلا خرافه می‌دونستن، اون وقت درهای نعمت‌ها را، درهای همه چیز رو براشون باز کردیم تا اینکه مغرور شدند، شادمان شدند. اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، ناگهانی گرفتیمشون در همون حالتی که به گناهان مشغولن. درهم، رهاشون کن. به اندازه کافی وعظشون کردید، نصیحتشون کردید.
تذکرشون دادید. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت چون بر گردن تو نیست، بلکه هدایت دست خداست. خداوند پیامبرش میفرماد هدایت دست تو نیست. اون موقع صوفیان میگن که شیخ ما دلها رو کباب میکنه، اینجوری میچرخونه. خداوند میفرماد که هر کی از بندگانش به خودش بخواد هدایت میکنه، اون مالک دل هاست. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. آنچه در راه خیر انفاق میکنید برای خودتونه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. و انفاقتون در راه خداست. و آنچه در راه خیر مصرف میکنید به شما داده میشه. و انتم لا تظلمون. هیچ مورد ظلم قرار نمیگیرید. باز خداوند پیامبرش میفرماید لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو هر کسی رو که دوست داشت باشی نمیتونه هدایت کنید، بلکه هدایت دست خداونده. و هو عالم بالمهتدین. او به هدایت شدگان آگاه تره. در سوره قصص آیه 56. ان الینا ایابهم. بازگشتم سوی ماه، نه به سوی امام آخوند ملعون رافضی. امام جای خدا گذاشته همه جا. ثم ان علینا حسابهم. سپس حسابشون با ماه. در سوره غاشیه آیه 25-26. ذرنی و من خلقت وحیدا. بگذار اینی که من خودم خلقش کردم و جعلوا له مالا ممدودا. براش مال و منال قرار دادم و براش فرزند قرار دادم. یعنی من خودم معالجهش میکنم. درهم یاکلوا. بدار بخورن بنوشن. رضا پیامبر کرم علیه السلام میفرماد که تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم. پول پرست دینار پرست هلاک شد، درهم پرست هلاک شد، لباس پرست هلاک شد. در حدیث که امام بخاری روایت میکنه. پس بذار رهاشون کن به دنیا پرستیشون، به زیبایی دنیا، به تفریح هاشون، به گردش هاشون، به هتل های بزرگ، نمیدونم کارخانه های بزرگ با اینکه هیچ چیز رو رعایت نمیکنن، زن و مرد مختلط، با صیغه بازی هاشون، با همجنس بازی هاشون، با هر کاری که میکنه باش حساب آینده. اگه دلهاشون رو ببینید پر از آرزوهاست. این که آرزو میکنه که فلان خانه رو داشته باشه، اون که آرزو میکنه که سالها عمر داشته باشه، که با زمینش چیکار کنه، با باغش چیکار کنه، با کارخانه‌اش چیکار کنه و هکذا. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل. بذار بخورند و کامرانی کنند و آرزوها اونها رو مشغول بداره. وقتی که شما در بسترت فرو میرید، میخوابید، چه چیز خاطرتو مشغول میکنه؟ یکی مشغول دکانشه، یکی مشغول کارخانهشه، یکی مشغول زندگیشه. این آرزوها خطرناکه، بخصوص چیزهایی که قابل درک نباشه. یه بار یه شخصی میگفت که از استادامون روایت میکنه، میگه من از این کار خسته شدم، میخوام برم یک کشور دیگه، اونجا 5 سالی بگذرانم، بعد میرم اروپا، هر تابستان یک کشور میرم، از مناظر زیبای اونجا برخوردار میشم. یه تابستون در ایتالیا، یه تابستون در فرانسه، یه تابستون در انگلستان و هکذا. وقتی که برمیگردم بازنشست میشم، اون موقع من مبلغ معقولی هم جمع کردم، فلان دکان رو باز میکنم، بچه هم میارم پیش خودم و از این حرفا. ایشون میگه صبح این حرفا با من باز، من زور داشتم میرفتم تو خیابان، دیدم اعلامیه وفاتشه.
و یلههم الامر فسوف یعلمون. آرزوها انسان رو مشغول میکنه و به زودی خواهند دونست. به زودی میدونند که اشتباه کردن، به زودی میدونند که زیانکار بودند، به زودی میدونند که موفق نبودند، رستگار نشدند، به زودی میبینند که زیرکیشون به دردشون نخورده. شما اگر زندگی ثروتمندان رو بدونید، اونایی که در راه خدا نیستن، از یک جزیره به یک جزیره، از یک کشور به یک کشور، شبهای سرخ و سیاه، و اون موقع با کمترین مؤمن مقایسش کنید، اون وقت خواهید دید که زیرک کیه. برای که کسانی که برای دنیا هستن با مرگ همه کارشون کاش که تمام میشد و بعد از مرگ جهنم در انتظارشونه. اما مؤمن نه. مؤمن راستی بهشت در انتظارشه. ولذا زیرک اونه که خدا را، هستی رو، خالق هستی رو، هدف از هستی رو قبل از اینکه فرصت از دست بره بشناسه، در وقت مناسب بشناسه. وقتی که فرشتگان میان قبض روح میکنن، قاصدان خداوند، انسان اون موقع همه چیزی میدونه، لیکن کار از کار گذشته، چه فایده؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. از این در غفلت بودی. پیامبر اکرم میفرماید که مردم خوابند، وقتی میمیرن بیدار میشن. از این لحظه در غفلت بودی. الان ما پرده از چشمت برداشتیم، الان چشمات قویه. بعد میگه که یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بعد از مرگ و زندگی حساب میکنه، کاش که ما برای زندگی هم چیزی تقدیم میکردم. اونجا هیچ کسی دست کسی رو نمیگیره. کسی که مطمئن باشه که تا فردا زنده، مرگو نشناخته. مورز آدم همیشه انشالله بگه، بدون انشالله هیچ چیز نگه. واسه اینجا کلمه زرهم درش معنی تهدید وجود داره. ترکشون کن، خودتو بیش از اندازه به اینا مشغول نکن، اینا در سطحت نیستن. ولذا ابودردا وقتی که در شام رضی الله عنه اقامت گزید، یه روز برای اهل شام خطبه خون. اهل دمشق، من برادر ناصحتون هستم. اونا که قبل از شما بودن، مال و منال جمع کردن، آرزوها داشتن، میبینید که همه رفتن در قبرستانن. شما از اون عبرت بگیرید. خلاصه این آیه اینه که از در افسانه ها، در آرزوها خودتون رو غرق نکنید، دنبال عمل برید و اون چه در خاطرت میگذره اینها رو در طاعت خدا قرار بده که چطور به خدا نزدیکتر بشی، چطوری به هدایت نزدیکتر بشی، چطوری کتاب خدا رو بخونید، چطوری کتاب خدا رو حفظ کنید، چطوری بهش عمل کنید، چطوری برنامه خوب نگاه کنید، برنامه توحیدی نگاه کنید شما رو به خدا نزدیک کنن. آیا در زندگی من مخالفتی وجود داره؟ این مخالفت رو چطوری درست کنم؟ چطوری به خدا تقرب بجویم؟ اون موقع چطوری خودم دعوتگر بشم؟ چطوری دیگران هدایت کنم؟ چطوری اونها رو نجات بدم؟ آدم آرزوهاشو از این نمونه قرار بده. خب امروز من تا اینجا توقف میکنم، چون فردا انشاءالله مسافرم. از خدا میخوام که سفرم رو مهیا بکنه، آسان بکنه و انشاءالله که برای شما هم اونجا دعا خواهم کرد. بریم سراغ کلیپ هاتون.
سلام علیکم. خدا نور بلوچ، نور قیام مردم ایران و بلوچ باقی خواهد ماند. لطفاً پخش کنید. خداوند ظالم را نابود کند. آمین. خدا نور قیام باقی خواهد موند. خدا نور با یه خبرچین که پسر یک فرمانده بسیجی بود درگیر شد. اونها هم حکم جلبش رو گرفتن و از مامورهای جانی نیروی انتظامی خواستن حسابی کتکش بزنن و عکسش رو هم منتشر کنن تا خدا نور تحقیر بشه. به اونها 30 میلیون رشوه داده بودن که حسابی خدا نور رو شکنجه کنن. اونها هم بستنش به میله پرچم زیر آفتاب سوزان و آب رو با فاصله گذاشتن جلوش تا بیشتر زجر بکشه. بعد از جمعه خونین زاهدان خدا نور با مامورها درگیر میشه و اونها بهش شلیک میکنن و این شلیک دست آخر جونش رو میگیره. خواهر خدا نور از شنیدن خبر شهادت اون سکته میکنه و بعد فوت میکنه. خدا نور و خواهرش غم بزرگی روی قلب‌های ما هستن، ولی خون تازه‌ای هم توی رگ‌های ما جاری کردن. خون مبارزه و قیام تا سر. خداوند شهادتشون را بپذیرد و بلوچستان مظلوم و یاری کند و ملت را از شر اینها نجات دهد. استقرار جمهوری اسلامی 30 تریلیون دلار بر مردم ایران هزینه داشت. نشریه اکونومیست با انتشار گزارشی و بررسی هزینه‌های کلی جمهوری اسلامی برآورد کرده که از ابتدای وقایع 57 تا کنون بیش از 30 تریلیون دلار از جیب مردم ایران صرف تصمیمات مقامات رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شده است. گزارش آبادوده بر اساس برآورد کلی نشریه اکونومیست هزینه جنگ 8 ساله 3 تریلیون دلار، هسته‌ای شدن و کل هزینه جانبیان 9 تریلیون دلار، حمایت گسترده نظامی و غیر نظامی کشورهای منطقه و گروه‌های تروریستی 5 میلیون دلار، خسارات وارده به زیرساخت معادن و صنایع مادر، منابع زیرزمینی، نفت و گاز و آنواع حمل نقل ریلی، زمینی، دریایی و هوایی 4 تریلیون دلار، صدمات جبران ناپذیر و محیط زیست و عدم مدیریت آب کشور 3 تریلیون دلار. خدایا. عدم صعود حاصله در اثر پشت کردن جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته به جامعه جهانی که برجسته‌ترین نمود آن تحریم‌های هستی و نابود توریسم بوده 6 تریلیون دلار برآورد شده است. این نشریه بین‌المللی همچنین به موضوع جبران این خسارات نیز اشاره کرده و ادامه داده که در خوشبینانه‌ترین حالت بعد از دستیابی ایران به صلح پایدار و ثبات حکومتی کارآمد تا یک دوره 30 ساله دوباره میتواند این خسارات را جبران و وضعیت را به حالت عادی برگرداند. بعد از 30 سال 50 سال 40 سال 43 سال فساد کردن. بسم الله. نامی سرگشاده به محضر آیات اعظام و علمای اعلام امامیه هدانا الله و ایاهم. این نامه را یکی از اهل علم و دانشمند اهل سنت نوشته. با تقدیم سلام و احترام به عرض می‌رسانم سیدنا علی مرتضی علیه السلام فرموده است لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال. شما حضرات مستحضر هستید که اهل سنت و جماعت از جانب امامیه به سبب نداشتن ایمان و اعتقاد به امامت الهی 12 امام از اهل بیت معظم علیه السلام به غیر مؤمن بودن متهم و تکفیر شدند. متاسفانه طولانیه خورده یه مقدار شو میکنم. خیلی طولانیه. که متاسفانه این تهمت بزرگ تاریخی و اختراع سنگین غیر عادلانه به بیش از 90% مسلمانان جهان پیامدهای بسیار خطرناک و مخرب و نگران کننده را در بین فریقین به دنبال داشته و دارد. این نظریه در بین مسلمانان اهل سنت و امامیه شکاف، عداوت، بغض، کینه، اختلافات و مشکلات بسیار بزرگ و فراوانی را به بار آورده و می آورد. حتی در طول تاریخ در برخی از
زمانها مکانها منجر به قتل و غارت و کشتار و وحشتناک هم شده. الان هم هست. امامیه درست شده برای تخریب اسلام. استمرار این اوضاع برای اسلام و کل مسلمین بسیار خطرناک و زیانبار است. بنابراین این بنده الله متعال بر خود واجب و لازم دارستم که ناچار سکوت را بشکنم و با ارائه دلایل ذیل ثابت کنم که ادعای داشتن امامت الهی 12 امام و غیر مؤمن بودن مسلمانان غیر 12 امامی شرعا و عقلا غیر ممکن و امکانش در حد صفر از محالات است. 20 خردی دلیل آوردی که دوتاشو میخونم. دلیل اول، با توجه به که خاتمیت نبوت و رسالت توسط پیامبر از طریق قرآن و سنت به اثبات رسیده است، در این صورت الهی بودن امامت برای احدی بعد از پایان نبوت استمرار نبوت خواهد بود که قطعا با خاتمیت نبوت در تضاد و تعارض قرار دارد و این قطعا قابل قبول نیست. در قرآن کریم که تبیان لکل شیء است، نصی در این خصوص وارد نشده، در حالی که قرآن به کرات مسلمات را هم بیان کرده است، مانند کل نفس ذائقة الموت. و کسی خواست در اینترنت میتونه بخونه. خیلی طولانیه. اعزام گسترده نیروهای وحشی و جنایتکار خانه‌ای از سمت کرمان به زاهدان. کلیپی از اعزام و تردد چندین دستگاه خودروی نظامی به اصطلاح ضد شورش از محور کرمان به زاهدان با نزدیک شدن جمعه، رژیم هر هفته بیشتر فشار روی زاهدان می‌گذارد، دستگیری‌ها را بیشتر می‌کند، نت را به شدت ضعیف می‌کند تا بتواند خلایی در عزم و اراده قیام آفرینان دلیل ایجاد کنند. آخوندهای ولایی و پاسدار و بسیجی و لگوران ولایی بدانید که پایان تلخی در انتظارتان هست. ویدیو از ورود نیروهای نظامی ضد شورش از فکر کنم همین باشه. دوبار فرستادی. ناکارآمدی جمهوری اسلام، محرومیت مردم بلوچ از حداقل امکانات، اینکه بدیهیات شده. دکتر رضای بریچی زاده، نظریه پرداز سیاسی و تحلیلگر امنیتی: کردها و بلوچ‌ها جلوداران انقلاب مردم ایران هستند. به همین دلیل جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از طریق نظامیگری آنها را سرکوب کند. و در ادامه افزود پهلوی طلبان، راستگرایان افراطی که ظاهرا خواستار به سلطنت رساندن رضا پهلوی هستند، از زمان آغاز انقلاب مردم ایران همصدا و دستگاه جمهوری اسلامی کردها و بلوچ‌ها را تحت عنوان تروریست تجزیه طلب مورد حمله قرار دادند تا جریان انقلاب از دست خودشون خارج نشود. بلکه اینا اپوزیسیون اجاره‌ای هستند دیگه. اپوزیسیون اجاره‌ای اینطوریه. اینم تصویر آقای دکتر رضا. آقای عباس هدایت شده، مگه مختار مفعول بوده؟ مفعول بوده نبوده من نمیدونم، لیکن انسان بدی بوده. مختار انسان بسیار بدی بوده.
و ادعای نبوت هم کرده. هر چرا که آخوند تعریف کنه در شک کنید غیر از اهل بیت. حتی غلوهاشون راجع به اهل بیت هم مورد قبول نیست. آقای دکتر جاوید خدا رحمت کنند، خدا نور لجهی را. آفرین بر شما، همه چیز رو به دقت دنبال میکنید، ولی ما میترسیم دوباره غیب بزنید که شما را ملاقات کنیم. خداوند همه شهدای این انقلاب را رحمت کند. آقای سلطان سلیم مرعون خمینی و صادر کردن شیعه به اسم اسلام هستی انشاءالله. نه تو سرباز منی نه من سرباز تو. همه ما با هم قیام کردیم که اسلام را در اینجا زنده کنیم و انشاءالله زنده. آقا زنده چیه؟ زنده کنیم به سایر جاها هم صادر کنیم. آره صادرش کردی، از ایران که ریشه کنش کردی. پرده آخر. بریم پرده آخر. به توفیق الهی قرنها این نظام گفتیم واسه مهساس، این یکی هم واسه انجام وظیفه. خیلی خیلی ممنونم از مردم عزیزی که همیشه احترام قائل بودن برای مقام روحانیت و مقام علم و عالم. بله کاملا. شب و روزگار خوش. شما آبروی گذاشتید به روحانیتتون. ادعای عجیب یک آخوند درباره امام زمان کلا دروغه. امام زمان برای ما مثل خدا هستش، باید قیام کنی، بخوابی، بخوری، بروشی، ازدواج کنی، اولاد دار بشی. اعوذ بالله. امام زمان برای ما مثل خدا برای ماست. باید همه زندگیت خرج مهدی بشه. این دیروز هم گذاشتم، اگر کسی در کفر این سخنان اینها شک کنه مسلمان نیست. به منطق و علم ذهنم کار میده. منطق به درد عاقل بهش نیازی نداره. به قول شیخ الاسلام ابن تیمیه، کودن و صفی ازش استفاده نمیکنه. بلکه منطق روش تفکره. آدم عاقل خودش میدونه چطوری فکر کنه. خب دوستان همه شما را به دوباره خب مسئله اولی که ما در انتظاریم انشاءالله خوشخبری آقای دکتر جاوید. خندمون میگیره از احترامی که با آخونده میذارن و اما ما فریبانا رو در قیابونا و فاضل آباد پرد میکنن. بله نتیجه مذهب امامیه همینه. ولذا کسروی میگفت که کسروی یکی از اوایل افرادی است که بر تشیع رد نوشت. خودش هم سید بود، در قم هم درس خونده. بعد گفت که
ما به آخوندهای حکومت بدهکاریم تا اینکه بیان ماهیتشون مشخص بشه. واقعا هم اومدند و زندگی مشخص شدن و خداوند احسان الهی ظهیر رو رحمت کنه، علامه احسان الهی ظهیر رو که مچ اینها رو زود باز کرد در وقتی که همه دنیا مثل سیل پشت سر اینها رفته بود. ایشون موضع گرفت، رحمت خدا برش باد و به مدرسه ایشون محکم اسم ایشون برکت بده و فرزندان ایشون برکت بده و شاگردان ایشون برکت بده. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فردا من مسافرم، انشاءالله که در حج براتون دعا خواهم کرد، شما هم برای بنده دعا بکنید و امیدوارم خداوند دعاهای ما شما را قبول بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.